میخوام یه چیزی از سبزوار بگم اشکت در بیاد. توی این آتش سوزی مهیبی که به تازگی اتفاق افتاد فقط 50 نفر مصدوم شدن و خدا رو شکر کسی فوت نشد. علتش هم مردونگی بعضی از مردم شهر بود. وقتی آتش نشانها به محل میرسن به خاطر نبود امکانات کافی و حجم وسعت آتش نمیتونن آتیش رو خاموش کنن و کلی آدم توی طبقات بالا محبوس میشه. دقیقاً همینجا بود که مردم به کمک امدادگرا و آتش نشانا اومدن. اول از همه فردی به اسم حاج محمد ایزی که هرچی جرثقیل و تانکر آب و لوازم مورد نیاز بود آورد و با کمک آقایان سراج و قاسمی دو اپراتور جرثقیل تونستن مردم محبوسی که توی طبقات بالا و پشت بوم محبوس بودن رو پایین بیارن. علاوه بر آقای ایزی مالکان استخر ارمغان سبزوار هم به کمک آتش نشانها اومدن و آب استخرشون رو در اختیارشون قرار دادن تا مردم آسیب کمتری ببینن. و از همه اینا مهمتر بازم آتش نشانای عزیزمون که جان رو فدای نجات هموطنانشون کردن. دم اون کافه چی و لبنیاتی که کنار امدادگرا بودن و تغذیه‌شون کردن هم گرم. یه لایک لازمه به این همه عشق و یه جمله که محبتشون رو جبران کنه. پس بنویس براشون.